салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радио Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома дар Қирғизистон 80% райдиҳандагон аз тағйирот ба қонуни асосӣ пуштибонӣ карданд. Акнун салоҳиятҳои нахуст-вазир бештар ва никоҳи ҳамҷинсгароён қатъиян манъ шуд. با آغاز سردی‌ها بازگشت مهاجران از روسیه به تاجیکستان شروع گردید. تعدادی از آنها با جیب خالی به نزد خانواده برمیگردند. بیابی در دو دهه کنار کلوب مردم دهاتی سریازی مجبورند آب آلوده را استفاده کنند. همه مردم همه موسی در بالا درون ریختگی با تاکتیک تلقی دادن کنار کنار. هم کسایی میشه چی میشه کسایی در شهر دوشنبه محکمه بزرگمریورов یکی از وکیلان دفاعی شناخته شروع شد که او را به 23 سال زندان محکوم کردند. بزرگمریورов را به تحقیر نماینده حاکمیت متهم میکنند. برادر جمشیدیورov گفت پرونده بر اساس شکایت دادرس دادگاه شهر دوشنبه اسام‌الدین باباخانزاده و یک مفتش آغاز شده است. مرافعه در بازداشتگاه وزارت عدلیه و پس درهای پوشیده صورت گرفت و گفته می شود که بزرگمریورov در محاکمه ها نسبت به این افراد الفاظ درشت استفاده برده است. بزرگمریورov که سال گذشته از حقوق اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی دفاع میکرد، تیرمای امسال از جمله با گناه برانگیختن عداوت ملی و مذهبی به زندان محکوم شد. خودش میگوید گناه نکرده است. سر میزنیم به قرقیزستان همسایه. مقامات انتخاباتی قرقیزستان گفتند که اکثریت مردم در رایپرسی روز یکشنبه به طرفداری اصلاح قانون اساسی رای دادند. اصلاحات وارده به سرقانون صلاحیت‌های پارلمان و رئیس جمهور را به نخست وزیر می‌دهد و از این سبب مخالفان میگویند هدف رایپرسی تقویت دادن قدرت المسبک اتنبایف رئیس جمهوری کشور است. به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات تقریباً 80% مردم و بیشتر از 1,150,000 نفر به طرفداری و 15% مخالف اصلاح قانون اساسی رای دادند. بر طبق طرح اصلاح شده همجنسگرایان در قرقیزستان نیز حق ندارند با هم ازدواج کنند. در عموم در قانون اساسی قرقیزستان 26 تغییر علاوه وارد کردند. در جریان رایدهی بعضی از قانون شکنی ها از جمله پیشنهاد پول برای رای موافق مشاهده شده است. قرقیزستان 6 میلیون نفری و همسایه تاجیکستان سالهای پرتلاطمی را پشت سر کرده است. از جمله در سالهای 2005 و 2010 رئیس جمهوران کشور در قیامهای مردمی از حکومت برکنار شدند. انجام هر تیرما هزارها مهاجران از روسیه به تاجیکستان برمیگردند. امسال تعدادی از آنها بنابر عمیق رفت بحران مالی، بالا رفتن نرخ اجازتنامه کار و مشکل پیدا کردن شغل با کیسه های خالی به وطن برگشتند. بنابر آمار وزارت کارهای داخلی روسیه تنها در 2 سال آخر شماره مهاجران موسمی از تاجیکستان 14% کاهش یافته است و تعداد مهاجران تاجیک در کشور بیش از 800,000 نفر را تشکیل می‌دهد. مهاجران بازگشته را در وطن چه روزگار انتظار است؟ گزارش ما در همین باره قصه می‌کند. کار بسیار پول نیست. پول نمیده. گارانتی نیست. کار نمی‌کنه. اگر کمک اساسی بکن می‌آید اون پولی می‌ده چیزی. ولی کی هست 10,000 خالی ولی کی چی میشه؟ شامن جام سوزای شکر کامات دیگه نمی‌دونم. من نه شکر کنم نه زومم. با فرارسی زمستان صدها نفر از مهاجرت کاری به تاجیکستان برمیگردند. در این فصل سال بنابر سرمای قهرتون روسیه برای ساختمانچیان و مردکاران کار پیدا کردن دشوار است. بر زمین به گفته مهاجران وضع اقتصادی روسیه بد شده است و آنهایی که کار پیدا کردند نظر به 2-3 سال پیش یکچند مرتبه کم پول به دست آوردند. پول به سختی کار کرده مهاجران تنها برای گذراندن زمستان در وطن کفایت است و بس. حتی رانندگان تاکسی که در فرودگاه منتظر میزاجانشان از روسیه هستند میگویند حالا مهاجران با ترلیبوس یا میکرواتوبوس رفتن را اولاتر میدانند. اگر تاکسی هم کرا کنند برای صرفه‌جویی 3-4 نفر یک جا می‌نشینند. پیشتر می آمدند و می پرسیدند که تو بند نیستی، بعد می نشستند و ما می بردیم. حالا این طور نیست.
При падении доходов в условиях кризиса, в условиях применения санкций в отношении России. با سبب‌های کم شدن درآمد از حساب بحران، تحریم‌ها بر ضد روسیه و البته پس شدن قرب روبل، گفتن ممکن است که درآمد شهروندان ما در روسیه 2 برابر کاهش یافته است. چندی از مهاجران نیز به مرکز ما مراجعت کردند و گفتند که حتی خرج پولی سفر نیز به روسیه زیان آورده ایستاده است. Потенциально трудящиеся мигранты, члены их семей. سبب دیگری کاهش درآمد مهاجران بیشتر شدن رسمیت کار در روسیه است. چند سال اخیر مهاجران تاجیک مجبورند از زبان روسی تاریخ و حقوق امتحان سپارند و همزمان پتنت و سغورتای طبی بگیرند. برای به دست آوردن همه این سندها نه کمتر از 1 ماه صرف می شود و آنها حق ندارند حتی برای پول روزگذرانی هم در این مدت کار کنند. برگشتن مهاجران به تاجیکستان که نتوانستند از بهار تا تیر ماه برای تامین عائله مبلغی کافی به دست آورند، مشکل اجتماعی را در جامعه زیاد می کند. بعد از 1 ماه استراحت مهاجران کاری کوشش میکنند در وطن جای کار یابند. عده از آنها مشغول کارهای خصوصی یا غیر قانونی میشوند. برخی دیگر بازارهای مردی کاری را که در همه گوشه‌های بازارهای کشور هست پر میکنند، ولی با آمدن بهار نو همه ساله آنها باز به شهرهای روسیه برای پیدا کردن کار میروند، زیرا میگویند حتی همان کاری کم درآمد را نیز در وطن یافتن نمیتوانند. و صدها مهاجر تاجیک سالانه از روسیه بیمار برمیگردند و آنجا میفافتند. یکی از آنها سیاد شیرعلیوی 25 ساله بود که در نتیجه لط و کوب گرده‌هایش آسیبی سخت دید و با وجود معالجه طولانی شب 11 دکبر درگذشت. گزارش درباره او را در برنامه فردا تقدیم میکنیم. صدها ساکن 2 دهه ولایت ختلان از کمبود آب پاک رنج میبرند. آنها میگویند با وجود پرداخت سری وقتی حق استفاده آب، دهات آنها با آب منظم تامین نمیشود و آنها مجبورند آب آلوده و منبع بیماری‌های سیرایتی را استفاده کنند. پیامدهای مشکلات بی‌آبی این مردم در گزارش نوبتی ما انعکاس شده است. ساکنان دهه سریازی میانه و سریازی بالا واقع در 18 کیلومتری شهر کولاب میگویند به سبب قطع تامین آب نوشاکی مجبورند که از آب آلوده جویبارها بگیرند. همه مردم همه موسی در بالا درون ریختگی با تاکتیک تلقه دادن کنار ریختگی. به گفته آنها تقریبا 3000 ساکن 2 دهه چند سال است که از همین گونه منبع آب میگیرند. از بس که ناسوس ما دهه بولوگی است، در دهه بولوگی قسمی زیادتری مردم آب کشیدگی به خانه‌شون، فقط قسمی پایانی دهه که ما در آب میآید از این صبح آب میکشند. ساکنان میگویند حق استفاده آب را سری وقت به خواجگی آب شهر کولاب میپردازند. سوم سری ما زیاد میتونه کم نیست، همش بیرون 10 سومی که اگه درم 20 سومون سری وقت سوما دوده استن. به گفته ساکنان با وجود پرداخت سری وقتی انتقال آب به دهات آنها قطع می شود و معیار هر روزه به آنها نمی رسد. ساکنان از آب جویبارهای پایاناب 1.5 کیلومتر دور از دهه که برای نوشیدن نیستند استفاده می برند. در بالا حیوان های بالا آب خوردستند از پایان مردم. برای گرفتن آب آلوده هم در راه به فلاکت دچار شدند. خدی عرباش از خدی عربای آب زدن ماشین مرد زد دختره که ایش زد مودی مرد دختره که زنه که دیگره کلی اکای محبت ها ولی آب زدش بیبی شریفه یکی از جبر دیده هاست. کلین 45 ساله او را وقتی آبکشی ماشین زده است. تابانبی اسمانو ساکن دهه سریازی بالا را شام 29 نوامبر در شهرهای خاولین کولاب ماشین زیر کرد و او در راه به بیمارستان وفات کرده است. مراجعتی پیوسته ساکنان سریازی بالا و پایین به مقامات از رئیس محله تا رئیس شهر نتیجه نداده است.
مسئولین خواجگی آب شهر کولاب به رادیو آزادی گفتند قبرهای آب سریازی بالا و پایین کهنه شدند و برای همین درست با آب تامین نمیشوند. برای تعمیر لوله ها $800,000 لازم دارند. به قول آنها ماهی آینده آب به روستاها میرسد. حالا نگاه میاندازیم به افغانستان. کاپیتان صفیه فیروزی که زمان پناهنده بود به وطنش افغانستان برگشت تا هواپیمای باربر را خلبانی کند. او به کشورش در مبارزه با جنگجویان طالب کمک میکند ولی عین زمان عرف و عادتهای قدیمه در جامعه محافظه‌کار افغانستان را میشکند. کامر سیاتا گزارش میدهد. برای پرواز او راه طولانی را طی کرده است. سال 1992 در اوج جنگ طاقت فرسای داخلی از کابل به اردوگاه پناهندگان به پاکستان رفت. بعد راندن طالبان از حکومت در سال 2001 برگشت و مکتبش را ختم کرد. صفیه 26 ساله دومین خلبان زن در افغانستان است که در جنگ ارتش بر ضد طالبان کمک میکند. جامعه افغانستان جامعه سنتی است، با مشکلات روبرو میشیم ولی با مشکلات میسازیم. وقتی که وظیفه خود دوست داریم و خدمت و مردم دوست داریم حتما با چالش هم میسازیم. راهش به کابینه هواپیما از مکتب عالی شروع شد. پیام ترغیباتی حکومت برای خدمت در ارتش را در تلویزیون دید و به اکادمی نظامی آمد. باید افسر مخابرات میشد ولی امتحان سختی را گذشت و خلبان انتخاب شد. طبقه اوناس باید ما ارزش بدیم، احترام بکنیم و شریک بسازیم به خاطر خدمت به مردم وطن. این حقشان است. حقشان است که پیلوت شود، انجینر شود، نشانزن شود، بوتکنیک شود، تکنیک شود و خدمت کنه به مردم و وطن خود. صفیه همسرش را اینجا پیدا کرد. با کاپیتان محمد جواد نجفی عاشق هم شدند و سال گذشته فرزند اول به دنیا آمد. برای خودم یک احساس جالب زمانی که ما و از یک جای در وظیفه میاییم، بیشتر وقتا یگان دفعه با هم دیگه پرواز میکنیم، باز وقتی پس طرف خانه میریم همیشه درباره مشکلات‌های هم دیگه صحبت میکنیم، از مشکلات‌های هم دیگه خبر هستیم و سعی میکنیم مشکلات‌های هم دیگه را شانه به شانه در پالوی هم دیگه مشکلات‌ها را حل کنیم. ارتش افغانستان به جای نیروهای خارجی تحت رهبری امریکا مسئولیت تامین امنیت قلمروهای بیشتر را به دست میگیرد و قصد دارد که 10% ارتش در آینده از حساب زنان پر شود. حالا 5 زن دیگر در اکادمی خلبانی می آموزند. خیلی خوشحال هستم که بالاخره موجودیت در اینجا یک مقدمه بخشید، یک آغاز بخشید و یک آغاز خیلی خوب، یک آغاز خیلی بگویم مقبول میتونم بگویم بوده و در آینده آرزو دارم، هدفی است که بالاخره یکی از موفق ترین پیلوتای آسیا بالاخره باید باشم به عنوان یک زن. همه آنها پیشقدمان افغانستانی نو هستند و همه‌شان راه پرواز کاپیتان صفیه فیروزی را پیش گرفتند. و در پایان برنامه یک خبر فرهنگی هم داریم. در مسکو با برگزاری یک محفل پرشکوه 80 سالگی مولود پیشوای اسماعیلی‌های جهان، آقاخان چهارم را با اشتراک استوره‌های هنری توجیک و هم بدخشانی‌های مقیم روسیه تجلیل کردند. در کنسرتی که 3.5 ساعت ادامه یافت 5000 نفر حضور داشتند. کنسرت در ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو روز 11 دکبر برگزار شد. تجلیل زادروز پیشوای اسماعیلی‌های جهان را توسط اینترنت صدها نفر تماشا کردند. تشبثکاران کنسرت با رادیو آزادی گفتند برای تشکیل این برنامه فرهنگی 2 ماه آمادگی دیدند. در تاجیکستان حدوداً 200,000 پیروی مذهبی اسماعیلیه به سر میبرند. شاه کریم الحسینی آقاخان 4 و امام 49 اسماعیلی ها روز 13 دکبر سال 1936 در ژنو به دنیا آمده است. بنیاد رشدی آقاخان که یک مؤسسه خیریه است در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان از سال 1993 طرح‌های زیاد اقتصادی و اجتماعی و معرفتی و فرهنگی را تطبیق میکند. این خبر آخرین نشر نوبتی برنامه بود. اخبار و گزارش‌های بیشتر در وبسایت ما و نوارهای دیدنی در یوتیوب گذاشته شده است. همچنین ما در فیسبوک ادنا کلاسیک و توییتر هم صفحه داریم. با ما همیشه در جریان خبرهای تاجیکستان و جهان خواهید بود.